داستان‌های سفر در زمان. رادین یه پسر خوابگاهی بود که هر شب دقیقاً ساعت 2:33 یه پیام عجیب میگرفت. تایم ارور 40 سکند. فکر میکرد گوشی خرابه تا اینکه یه شب رکورد گرفت. 2:33 که شد برق رفت. دقیقاً 40 ثانیه تاریکی. وقتی فیلم رو دید یخ زد. توی اون 40 ثانیه یکی وارد اتاق شده بود. خودش، رادین آینده، با همون لباس ولی وحشت زده. توی فیلم آروم میگفت یه اشتباه کردی، تا دیر نشده نامه توی کشتو بردار. قبل از ناپدید شدن گفت اگه اینو میبینی هنوز فرصت داری. چراغ برگشت. روی گوشی نوشت تایم ایرور فیکست. رادین کشو رو باز کرد. یه نامه با دستخط خودش بود. این نامه همه چیز رو درست میکنه، فقط باید عمل کنی. از اون شب به بعد هیچ وقت 2:33 رو بیدار نموند، ولی بعضی شبها انگار صدای نفس خودش رو از آینده میشنوه. برای دیدن داستان‌های سفر در زمان بیشتر چشم سوم رو سابسکرایب کن.